خب ما اومدیم جواهیر استانبول. اینجا میگه الان طبقه اوله، ولی من به نظرم پایینیم ما. یعنی از جایی که وارد جواهیر شدیم دارم فیلم میگیرم دیگه. از این نه میخوام بذارم توی یوتیوب. خب همینجوری که دارم فیلم میگیرم از این طبقه این بره ما هم دیده نمیشیم. من و خانومم اینجوری بهتر. داره فیلم میگیره دیگه. این همه حرف میزنه داره میگیره. آره دیگه سخت نگیری. این چیه؟ اینجا دکاتلونه. بریم دکاتلون رو ببینیم. ها دکاتلون چی داره؟ یه مجموعه بزرگ ورزشیه، یعنی فروشگاه ورزشی همه چیه. از این کنارش وارد میشیم، تمام چیزایی که مربوط به تجهیزات ورزشیه. فکر میکنم همه ورزش ها رو تقریبا داشته باشه. اینجا عینک های شنا، اینجا کوله ها هست و اینا با هم داره دارت بازی میکنه. من حالا همینجوری که فیلم میگیرم دلم میخواد که در مورد چالش های زندگی توی یه کشور دیگه، الان اینجا که ما الان مثلا توی استانبولیم، میخوام صحبت کنم. اولین مشکل فکر میکنم زبانه. کسایی که میرن یه کشور دیگه اولین چیزی که باهاش برخورد میکنن مشکل زبانه. چون زبان وقتی بلد نباشی ارتباط هم نمیتونی بگیری درست. اینی که حالا به عنوان یه توریست خیلی مسئله خودشو نشون نمیده، ولی وقتی خواستی توش جامعه زندگی بکنی مسئله خیلی بیشتر خودشو نشون میده. خب اومدیم اینجا چادرهای مسافرتیشونه، کمپه، قیمتش این چقدره؟ 1790. خوبه. چادر برای چند نفره؟ من از اینجا نمیتونم متوجه بشم چند نفر است. این چقدر؟ 3450. یه ذره آف برده. خب خیلی کامله. 11990. آره مشکل اصلی زبانه که افراد اگه زبان اون کشور رو بلد نباشن یا حداقل انگلیسی یه مقدار بلد نباشن حتما به مشکل میخوره. حالا تو استانبول باید حتما ترکی بلد باشی، چون خود مردم ترکیه هم خیلی با انگلیسی آشنا نیستن. هر جایی میری باید حتما یه مقدار ترکی بلد باشی که بتونی ارتباط بگیری. مشکل دیگه، مشکل من فکر میکنم کاره، یعنی بحث درآمده. اگه فرد درآمد خوبی نداشته باشه به مشکل میخوره حتما. برای اجاره منزل، برای هزینه‌های جاری. این هم لباس‌های مختلف مال باید برای کوهنوردی باشه احتمالاً. به درد کوهنوردی میخوره لباس مثلا. با این پوتین هایی که من میبینم بعد این هایی که من میبینم مال سرما و کوهنوردی و ایناست. کفشای خیلی خوبی هم هست به نظرم. چنده؟ قیمتشو نمیبینم. 3750
خوبه به نظرم. آره این چنده؟ 3490. این چیه؟ کوچوها چینی باید باشن اینا. نمیشناسم این برنده، من خیلی اصلا باش آشنا نیستم. همه کفشاش هم همین برنده. ظاهرا که کفش خوبیه نظر من. برای زمستون کفش خیلی خوبیه. این مدلش 1650. بذارم کفش خوبیه. آره بحث درآمدی که خیلی مهمه. اگه فرد درآمد کافی نداشته باشه حتما به مشکل میخوره. توی ترکیه متاسفانه کار اکثرا من دارم میبینم برای ایرانی ها خیلی سخت پیدا میشه، مگر اینکه همینجا مدارک حالا تخصصی داشته باشن بتونن ترجمه بکنن به این کشور و مورد تایید قرار بگیره. این هم لباسای شناست. این هم مال شناست اینجا. آره اگه مدارکشون مورد تایید قرار بگیره یا اگه کارهای فنی بلد باشن که خب اونم خیلی براشون خوبه، میتونن استفاده بکنن. باز البته باید مورد تایید قرار بگیره، یه امتحاناتی رو باید بدن، بازم باید زبان بلد باشن. برای کارهای سیاه و کارهای خیلی ساده خب دیگه خیلی زبان هم نیاز ندارن، ولی خب درآمد خوبی هم نداره. اگه کسی میخواد اینجا کار سیاه انجام بده، پیشنهاد اول من اینه که خیلی بسنجه شرایط رو، ببینه آیا واقعا کارفرما به تعهدش عمل میکنه، نوع کار رو بسنجه و ببینه آیا مثلا از نظر درآمدی واسش خوبه یا نه. و معمولا متاسفانه کارفرماها پول این کسایی که کار سیاه انجام میدن، کارگری میکنن، درست پرداخت نمیکنن. اینم یه مشکل بزرگیه. اینه که اگه کسی میخواد اینجا به این شکل کار بکنه حتما اولش طی بکنه، یا روزانه تصفیه بکنه و یا به صورت مثلا هفتگی تصفیه بکنه که به مشکل بر نخوره. من دیدم کسایی که ماهانه قرار میذارن چون قرارداد مشخص و محکمی ندارن، واسه همین اون کارفرما اذیت میکنه موقع پرداخت و اینا به مشکل برمیخورن و جایی هم نمیتونن برن شکایت بکنن و پولشون رو بگیرن. اینه که اما اول اگر بتونن این مسئله رو حل بکنن خیلی بهتره. این هم یه مسئله خیلی بزرگیه. برای کارهای تحصیلی اگه فرد به صورت تحصیلی بخواد بیاد، خب این به نظر میاد که بهترین نوع زندگی توی خارج از کشور، یعنی فرد مهاجرت بکنه به صورت تحصیلی. چون وقتی که به صورت تحصیلی مراجعه میکنه دیگه میتونه از امکانات به خوبی استفاده کنه، اقامتش رو بگیره و تمدید کنه. و اینم تو پای ورزشیه، خیلی خوبه. این قسمت هم کفشای ورزشیشونه. اینجا فروشگاهاشون معمولا به صورت یه مجموعه های بزرگه. الان قیمت این توپ چقدر؟ 650. این هم قسمت توپای ورزشیشونه. اینجا چیه؟ اینجا اسکوتره.
35,990 تومن. مارکش چیه؟ من نمیشناسم. سگوی. یکی هم این مدلش 25,990. چیه اینم دوچرخه هاشونه. دوچرخه الان 24,990 تله. اینجا چی؟ اینجا هم کلاه‌های مخصوص دوچرخه سواری استفاده میشه. مدلش 1090 تله، 1690 قیمتش هم با همین محدود است. مردم ترکیه عمدتاً آدمای خوبی هستند. یعنی من میخوام واقعا بی‌طرفانه نظر بدم، ولی خب توشون آدمای اذیت کنم هست دیگه. همه جا هست. شما تو ایران، اروپا، همه جا شما هر جایی میتونی هم آدم خوب ببینی هم آدم بد ببینی، ولی آدمای خوبش خیلی خیلی بیشتره. من خودم آدم بد خیلی کم دیدم راستش رو. آدمای خوبش زیادن، کسایی که بهت کمک میکنن و فرق نمیکنه. تو ایرانی هم همینطوره. ایرانیایی هم که اینجا هستن به نظر من بیشترشون آدمای خوبی هستن، ولی به هر حال آدم باید همیشه حواسش باشه دیگه، خودش مواظب باشه که کلا سرش نبره. این قسمت هم وسایل بدنسازیه، وزن‌های مختلفه، دستگاه بدنسازیه. فکر میکنم دیگه کامل این دیکاتلون رو نگاه کردیم. این قسمتش چیه؟ این قسمت هم لباسای ورزشیه. باز و از این قسمت تمام نمیشه. قسمت هم باز لباسای ورزشیه. اینجا هم که بکنم دیدیم با هم. این قسمت هم باز لباسای مختلفه. این قسمت هم لباس و کفشای ورزشیه، برندهای مختلفه. بله 1500 1900 2600 چقدر 2250. بیشتر کفشاش کفشای رانینگه. اینم 3600 4300 چه برندیه؟ 5090. اینم آدیداس دیگه، معلوم از خطای کنارش. 2700 2990 4990. اون کفشای پوما هم داره 2700. این هم کفشای ریباکشه 2900 و این ورم کفش 290 1290. خب یکی برندش هم که من اصلا نمیشناسم. اینجا هم دوباره آدیداس. اینجا هم 2390 2390ش مثلا راننده کفشش خوبه 2300.
همشون یه 90 کنارشون داره. اینم کنار پلیس برندش که اصلا من نمیشناسم. پس اینجا هم این تخفیف خوردیه. دیگه این قسمت هم صندوقش بده. این قسمتش هم دیگه فروششه. فکر میکنم دیگه همین.